خب دوستان، من یه وقفه پیش اومد. من برای که مانیتور رو عوض کردم، مانیتور بزرگتر باشه و شما راحت‌تر بتونید ببینید جزئیاتو. چون میخوام بک تست بگیرم. ببینید ما حتما من سفارش میکنم بچه، حتما شما قبل از اینکه از ربات رو اکانت واقعی استفاده کنید بک تست بگیرید. تنظیمات بهینه درست، ما به شما تنظیمات رو میدیم و میگیم که چطور باشه تنظیمات، ولی شما هم باید خودتون بک تست بگیرید روی شرایط مختلف. بک تست بگیرید، اصلا برای خودتون خوبه که بهترین حالت رو در بیارید. ما حالت کلی رو میگیم رو تمام سشن ها، روی روزهای خبر، چه میدونم هر زمانی باشه. یک کس میگه که آقا من خودم شخصا در انتهای سشن نیویورک از ساعت 9 شب ایران اصلا ترید نمیکنم دیگه. ولی خب ما اینجا اون ترید رو داریم. مثلا روز جمعه اصلا ترید نمیکنم، از صبحش ترید نمیکنم. روز دوشنبه مثلا سشن آسیا ترید نمیکنم. اینا رو میتونیم خودمون بدیم طبق اونجایی که بهتون گفتم برید و ساعت رو تنظیم کنیم. میتونید. خب برید در قسمت ویو، بعد برید قسمت اینجا استراتژی تست. من الان قبلا اینو آوردم. وقتی بزنید با همچین محیط آشنا میشید. اوکی. شما در این قسمت میرین فایلتون رو میارین اینجا، اکسپرت ادوایزر یا ای تون رو میارین اینجا میذارین. سمبلتون هم که طلا هست. تایم فریمتون 1 دقیقه هست. این کاستم پریودش شما زمانی است که خب میخواید تست رو روش بگیرید. من از اول سال 2026 گرفتم، گرچه اخلاق و رفتار طرف تو یک ماه پیش عوض شد، ولی من از 45 روز پیش میگیرم تا ببینید و نتیجه 45 روز رو بده. و حتما فوروارد تستتون فعال باشه. و این رو من حالا طولانی مدتش کردم تا 20 مارچ گرفتم، یعنی یک ماه، بیشتر از یک ماه. بعد اینجا دیلیز رو اینجا بذارین، زیرو لیتنسی بذارین و بعدش بریم تو مدلینگ بیاین این گزینه رو انتخاب بکنین every tick based on real ticks. این اولی خیلی به شما عددهای خوب میده، ولی میخوایم واقعی باشه تا میتونیم بک تست رو به حساب ریل نزدیک بکنیم. بین 15 تا 20%، حتی از تا 30% اون چیزی که اینجا میبینیم متفاوته با اون چیزی که تو ریل میبینیم. حواستون باشه. یعنی اعدادی که تو بک تست میگیرید رو خیال نکنید دقیقا همونو برای اتوریل. بعضی وقتا 15%، بعضی وقتا تا 30% تفاوت. خب ببین این پایین ویرچوال مود داره که میگه آقا میخوای تصویر ببینی. من میگم آره میخوام تصویر رو دورتون میذارم که شما هم ببینید. ولی سمت راست پایین گزینه استارت رو داره. من استارت رو میزنم بچه ها و این توی مانیتور دیگه. بذار من بیام توی مانیتور. از اینجا شروع کرد به کار کردن. من رو دور خیلی تند گذاشتم. شما به این عدد توجه کنید، عدد 2 و 1. اوکی. به این 2 و 1 که توجه میکنید یعنی اینکه پارشیال هی کم و زیاد میشه، هی کم و زیاد میشه. تنظیمات ما بچه بر اساس آخرین حرکت های طلا هست. آخرین حرکت های طلا که یه دفعه داستانش کلا عوض شد، از حدود 15 16 ژانویه، یک ماه پیش شروع شد و ما تمام تنظیماتمون بر اون اساسه. قبلش میبینید که تا 980 970 اینا میره، تا 1000 میره برمیگرده، چون تنظیماتون با اون تنظیماته. و بعد بهتون تو ویدیوهای بعدی میگم که حالا تنظیمات دورانی که رنج تره یا دوران نوسان کمتره چه تنظیماتیه. تنظیمات الان که و فکر میکنم این داستان ما هنوز ادامه داره، شاید شروع یک داستان جدید روی حرکت های طلا باشه. و نکته مهمی که باید بدونید اینه که مثلا اگه شما رو بروکر لایت فایننس هستین و یه بروکر دیگه اوپو فایننس دارین، یک آمارتک دارین، نمیدونم بروکر آلپارین یا هر بروکر دیگه دارین، تنظیماتمون معمولا 3 تا 4 تا تنظیم داریم که خودتون هم میتونین تنظیم، ولی ما یه تنظیم کلی میدیم و بعد شما میتونید اسم بروکرتون رو به ما بدین و تنظیمات اون بروکر رو ما اگه داشته باشیم میدیم، وگرنه از خودتون کمک میگیریم که اون تنظیمات رو بگیم. چون ما تو بک تستمون خب یه سری فاکتورهای دیگه رو داریم که اونها رو لحاظ میکنیم و شما میتونید ازش استفاده بکنید. میبینید تنظیمات جوری که هنوز ما به اون حرکت شارپی که میخوایم نرسیم، چون گفتم خدمتتون اون حرکت از یه ماه پیش، یعنی تنظیمات بر اساس یک ماه پیش تنظیم شده و یه دفعه شروع میکنه به کار کردن و اصلا کلا ریتم
معاملات تغییر میکنه و عوض میشه که ما تنظیماتمون بر اساس همون تنظیمات هست. ببینید چند چیز برای ما مهم بوده. یکی که حالا مثلا پارشال بد نیست، ببینید سود و ضرری که میاد، سودایی که میاد رو یک، مثلا این 2-1 میشه یعنی سیو سود شده و اونجا ریسک فری میشه، یعنی تارگت اول رو ما وقتی بزنیم بچه‌ها ریسک فری میشه. و در ضمن این رو هم داشته باشید، این تستی که ما داریم میگیریم روی 23 ساعته، یعنی خب یک ساعت که تعطیله، رو تمام سشن ها، رو تمام ساعت هایی که بازار خوب هست بد هست و ببین اینجا ریتم کامل عوض شد. ما رو این ریتم بچه‌ها تنظیم کردیم و هر آپدیت هم بچه‌ها لازم باشه اگه خودمون ببینیم بازار یه پشتیبانی لایف تایم هم داره، یعنی کسایی که خب اینو دائم میخرن یه پشتیبانی هم داره که تنظیمات ما خودمون از بازار میگیریم و به شما منتقل خواهیم کرد که مثلا آقا تنظیمات جدید اینه رو بروکر فلان، این تنظیمات رو این بروکر اینه و یه سری تنظیمات هم خودشون هوش مصنوعی خودش رو آپدیت میکنه. بعد ممکنه 1-2 روز وقفه بندازه که ما به شما میگیم که بچه مثلا تغییرات ربات مثلا تو این ساعت‌ها خاموش نگه دارید، تو جایی که مثلا حجم کم میشه یا اخبار داریم یا چیز دیگه. ما $1000 و خیلی هم طولانی شد منتها چون 45 روز 50 روز داشتیم تست میگیریم، ارزش داره که بچه طولانی باشه. و فراموش کردم داشتم چی به شما با حجم 200 بچه‌ها و اون تنظیماتی که بهتون گفتم. حالا تو مرحله بعدی دیگه ما این ویژوال رو برمی‌داریم، ویژوال رو ما برمی‌داریم و تست نرمال میگیریم که حالا سرعتمون خیلی بالاتر بره. من 2-3 تا آیتم برای شما تست میکنم، تنظیماتی که بالا پایین بکنیم ببینیم نتیجهش چی میشه. ما $1000 رو با اون تنظیماتی که خدمتتون گفتم با حجم 245 روزه داریم تست میکنیم که در حال حاضر 1357. ضررمون هم گذاشتیم روزی $20. روزی $20 اگر ضرر بکنیم ما دیگه ترید نمی کنیم، میره تا کی؟ تا روز بعدش. به خاطر همین ما حتما بچه من سفارش میکنم اون $20 رو برای اکانت های زیر $1000، اگه $500 دارین $300 دارین حتما بچه حتما اون $20 رو در نظر بگیرید. حتی مثلا برای اکانت $300 چه میدونم $15 بکنید یا اگر میتونید $20 نگه دارید $20 بکنید. ببینید این رو رنج الان 1300 داره مثلا شاید چند ساعته میزنه رنج میزنه. اما من خب اگه باشم خب یه جایی ربات خاموش میکنم دیگه. من اگه ربات مصرف کننده ربات باشم یه جایی که میدونم رنج اوایل سشن مثلا سشن استوری اصلا اینو من خاموش دارم دیگه، روشنش نمیکنم که اینطور رنج نزنه و اون دیگه دست خودتونه که حالا چه ساعت‌های موقعیت خودتون هست. لازم نیست که پای چارت باشین شما بچه‌ها، ولی اینکه شما کنترل داشته باشین روی ترید ها و روی پوزیشن ها به نظر من خوبه. ما این ویژوال انتخاب کردیم و خیلی داره وقت میگیره ولی چاره ای نداریم دیگه. تا اینجاش اومدیم فکر کنم تا اینجا 1 ماه شده، 20 روز دیگه، نه 1 ماه کمتر، الان 20 روز، 25 روز دیگه تقریبا باید بریم. خب دیگه میبینید راه افتاد دیگه، 1500 1600 تا سود داریم میگیریم. اکانت های پراپ هم، یه پراپ هم بچه براتون تو این ویدیو من تست میکنم. این روی پراپ $25000 با حجم بسیار کم که بتونیم مدیریتش بکنیم. 1 ماه هم تست میکنیم که چون این 1 ماه اخیر برای ما خیلی مهمتر بوده، یعنی چون رفتار طلا کلا عوض شده و دیگه اصلا با رفتار قدیمش قابل مقایسه نیست. کسایی که قبلا ترید میکردن الان خب خیلیشون وارد ضرر میشن یا اگر خودمون عادت ندیم. مثلا من از تایم 15 رفتم رو تایم 5، از تایم 5 رفتم رو تایم 1، الان $1861. ببینید نرمال برای $1000 در 1 ماه $200 نرمال، یعنی خیلی، یعنی 20% سود ای به نظر من سود خیلی خوبی. الان $1900 شد. الان فکر میکنم هنوز 20 روزی دیگه مونده. ببینید این میره بالا، شاید 2000، الان این 2000 تا شد. خب یعنی 2 برابر پول ما شده. ولی بریم واقع نگر باشیم، ما باید خیلی
اگر واقعا به 2000 رسیدیم دیگه باید بیایم بیرون و سیو سود بکنیم، حجممون رو کم بکنیم، 200 بکنیم 100. ارزم به حضورتون پولمون رو بکشونیم بیرون دیگه، سر ترید ساعت تریدمون رو کم بکنیم. قبلا هم خدمتتون گفتم این خیال نکنید که باید بشه، ممکن این 2000 الان 2200 خب، ولی در نهایت من چون قبلا تست گرفتم دیگه، در نهایت میشه $900، میشه $900 تا 2200 رفته، یعنی بعدش میشه $900. قاعدتا خیلی سیو سود میکنن دیگه، میان بیرون اصلا رو همون 2000 تا، شاید رو 700 تا 600 تا سیو سود بکنن. ولی میخوام بهتون بگم حواستون باشه روی ترید هاتون. اینو من میبندم بچه‌ها چون داره خیلی وقت میگیره، میخوام دو سه تا تست دیگه هم براتون انجام بدم، چیزیش هم نمونده، سولوشه شاید 10 روزش مونده و آخراش هست، شاید بذاریم مثلا بره برش و بین $942 ما سود گرفتیم. اوکی. اما نکته مهم اینه شما تا 2200 هم رفت، یعنی $300 بالاتر. حالا من نمیگم دقیقاً این اعداد میخواد بهش برسه، اما حواستون باشه سیو سود داشته باشین. حتی اگه ربات باشه اصلا رو تارگت اول بیایم بیرون، میتونیم اونجا تنظیم کنیم من رو تارگت اول هستم بیاد. ببینید بعد تو قسمت بک تست، اینجا بک تست بزنید نتایج رو به شما میگه. این به ما میگه که ما $1000 وارد کردیم، $942 سود کردیم. اینا خب فاکتورایی هستن که کم تخصصی، ما بهش کار نداریم. 484 تا ترید کردیم و ما 15% از ماکسیموم خودمون همون $348 بچه گفتم تا 2200 رفت، ما این رو پایین اومدیم، یعنی میگه از شما 15% از بالاترین حد خودتون اومدیم پایین، که عدد خوبی است برای ترید شخصی. این سمت چپ هم که خب چیز رو میبینید دیگه، جایی که حد اکثری که برای پراپا دیگه این اعداد هست که میگه شما روزانه‌تون چقدر میتونید ضرر داشته باشید و ما خب 15% برای پراپ خیلی پایین‌تر، حالا بهتون بعدا نشون میدم. و خب 55% تریدای شورتمون برنده بودن، 56. این دو تا عدد چون بهم نزدیک، این نشونه خوبه بچه، یعنی ربات ما تعادل داره، یک جوری تعریف نشه یه سمتش خیلی بالا باشه، قوت یا قدرتش رو سل یا روی بای باشه، اون بد نیست، ولی به هر حال 3 تا ترید پشت سر هم داشتیم موفق. خیلی جا خب 3 تایی موفق بوده، ولی بدترین تریدامون 2 تا بوده. اینجا رو 3 تا استاپ میکرد، ولی هیچ وقت 3 تا استاپ پشت سر هم ما نخورد، نهایت 2 تا استاپ خوردیم. و 12 مجموع لاستامون. حالا این مجموع لاستام برای ما مهم نیست چون که ما رو $20 برای خودمون بستیم، حالا این ممکنه 3 روز 4 روز 5 روز پشت سر هم شده باشه. و اینکه همین این هم نمودارها از زمانی که شما بیشترین ضرر رو کرد. حالا اینجا میتونید سری نکات بچه من به شما بگم. ببینید این میگه که ساعتایی که شما وارد شدید، این ساعتهایی بوده که ما وارد شدیم و اینجا پروفیت اند لاستای چی بوده با ساعت ها بوده. ببینید بدترین اتفاقها اینجایی که ما خیلی ضرر کردیم، این چه ساعتهایی بوده بچه ها؟ حالا این رو ساعت من هست، واسه شما این ساعتش تفاوت داره. بیشترین سودایی که کردیم بچه ببینید کجا بوده، تو چه ساعتهایی بوده. میگم اینها با ما تفاوتش با شما متفاوته، چون من ساعتم ساعت آمریکاست، شما ساعتتون متفاوته. و بعد ماهایی که روزهای هفته مانده میبینید سود خیلی خوبی داشتیم. بدترین روز میبینید جمعه بوده که اصلا جمعه اگه ترید نکنید این ضرر رو نداریم. پس شما روزهای دیگه خوب بوده، سود و ضرر یه جوری مساوی بوده، اینجا سود و ضرر مساوی بوده، اینجا باز ضرر بالاتر بوده. این بچه ضرری که داریم میگیم این از لحاظ تعداد ترید هامون ضرر یا سوده. اینو میدونید که اندازه پولی نیست، چون ما تو تمام این روزها ما برنده بودیم اکثرا، مگه اون اوایلش. اینا لحاظ تعداد ترید هامونه. خب این تعداد ترید هامون هم باشه، ما چون 2 تا تارگت داریم به 1 به 1 میگیریم، خب ما واسه همون سودمون بیشتر شده دیگه. و فوریه میبینید سود خیلی خوبی تا الان گرفتیم، جنوری هم سود گرفته، تعداد برنده‌مون بالاتر بود. اینم گرافامون هستن که گرافا رو میتونید ببینید. خب بچه‌ها ببینید، من میخوام یه کار دیگه انجام بدم، این دفعه کوتاه‌تر. میخوایم بریم خیلی این
این سوالو پرسیدم میخوام بریم روی $300. من $300 دارم و رو همون 1 دقیقه تایم میذاریم لس برای که کوتاه بشه. اینپوت هم تغییری نمیدم، فقط لاتمو میکنم 100. من با 100 بچه ها تغییرم توی هیچ کدوم اینا نمیدم، میتونم بهینش بکنم ولی فعلا من تغییری بچه ها نمیدم اینجا. و از قسمت ستینگ جوالو دیگه برمیدارم و میذارم که خودش بسه من ترید بکنم بچه ها. پس ما 300 ببینیم با $100 هم میشه، ولی دیگه فاکتور ریسکمون خیلی میره بالا. من الان با $300 هم روی $20 ضرر اومدم، یعنی گفتم اگر من $300 دارم سرمایه میذارم، به $20 که رسید من اون روز دیگه ترید نمیکنم. این ربات اجازه ندادم اگر روزی بیشتر از $20 نسبت به $300 هم ضرر داد، حالا میتونید $15 بکنید، میتونید $10 بکنید، من $20 کردم. خب تست میبینیم که وقتی ویژوال نباشه چرا. بریم تو بک تست ببینیم $507 ما سود گرفتیم رو $300. دوستان این اعداد میتونه بالاتر هم باشه، ولی من میگم رو $300 شما $100 سود در نظر بگیرید. اینها دیگه بک تست رو همون بروکر بوده. ولی خب دقت داشته باشیم بچه ها، ما باید خودمون هم مدیریت بکنیم. این مدیریت نه که بگیم آقا ما حجم رو ببریم بالا سود بیشتر بگیم، نه. من همیشه معتقدم سود کم بگیرید اما تو جیبتون بذارید. سود زیادی که باشه با 1-2 تا ترید ممکن اون از بین بره، به نظر من زیاد جالبه. خب این فاکتورامون هم هست. من اگر تازه ببینیم یه قسمت دیگه پارشال فکر نمی‌کنم رو این جواب بده. من اگر بخوام یکم سختگیرانه تر باشم، چون اینجا ما 3 تا استاپ داشتیم، خب من میخوام ریسک خودم رو بیارم پایین. من ریسک خودم میارم پایین، میگم آقا من 2 تا استاپ خوردم، من 2 تا استاپ خوردم، شما دیگه ترید نکن. اوکی 120 دقیقه اون نه اینجا ببخشید این که روی ATR من 2 تا ترید خوردم، تو دیگه ترید نکن. رو تارگت دوم اوکی، من اینجا $20 میگم آقا من $10 اصلا بیشتر نمیخوام. من دیگه دارم بچه‌ها خیلی احتیاطو تو ترید خودم میارم و بعد استارت رو میزنم. پس کاری که اومدم من کردم، گفتم آقا بعد 2 تا استاپ شما ترید نکن، مثلا نمیخوام 3 تا استاپ هم بخورم. خب این بک تست رو ببینیم. خب منفی شد بچه. من میدونین کجا کار اشتباه کجا بود؟ خوب شد این منفی شد، اشتباه اینجا بود بچه. $10 بود. من این $10 دیگه خیلی کم، دیگه ترید نمیکنه کلا اگه بره $10، چون اون 2 تا استاپ هم ممکنه اونم به ما بد بده. بذار اینا رو با هم تست کنید. اتفاقا خوبه که جواب اینجوری بگیریم، چون باید شما بک تست برای همین میگم بگیرید. خب $122 خیلی جالبه. بریم 2 تا استاپ بچه‌ها، چون بعدش احتمالاً تریدای خوبی کرده. ما اینو میذاریم 3 تا. دیفالت ما رو 3 تا هست. خب بریم ببینیم. خب بذار اینو که 3 تا میذارم اینو $10 بکنم. من از این بابت اینو $10 بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب پس الان چیکار کردیم؟ ما اومدیم الان حجم 100 رو $300 و $10 روزانه تفاوتی کرد. $10 روزانه من ضرر بکنم دیگه ترید نمی‌کنم. خب شد $457. من همون $20 اوکی هستم بچه. درسته فاکتورها خیلی عوض نشد، اینجا یکم تغییر داشتیم ما 2-3% که من اینو دوست ندارم. من حتی اگه اون $20 رو هم بردارم، بذاریم $20 رو بچه ما بکنیم $50 ببینیم چه اتفاقی میفته. من خودم با $20 اوکی هستم، ولی $10 دیگه به نظر من ربات ما خفه کردیم یه جوری. حالا $50 رو بذاریم، این با $50 معقول نیست بچه. روی $300 اصلا روزی $50 اصلا معقول نیست به هیچ وجه. ولی من میخوام تست بکنم، چون که مثلا میگم با سرمایه $1000 اگه 100 بخوام بزنم چه اتفاقی میفته. و بعد میخوام بعد این سری براتون بچه‌های پراپو
بریم جلو و کار بکنیم این تموم بشه. پس ما اومدیم حجم 1/100 روزانه $50 اگه ضرر کرد دیگه ما ترید نمی کنیم. $20 بود، ما اومدیم $50. ببینیم جوابی که به ما تو بک تست میده چه هست. $448 بچه. فاکتورامون هم خوب نیست، نه همون $20 بچه. شما مبناتون، چون ما اینا رو خیلی تست کردیم، من خودم شخصا بالای 800 900 تا بچه بک تست کردم، شاید هم بیشتر. پس $20 به نظر من بهترین حالتی که ما میتونیم بذاریم. خب بریم بچه سراغ پراپ $25,000. پراپی رو میخوایم انتخاب بکنیم. $25,000. بچه بهتون بگم روی ما الان روی لایت فایننس هستیم. روی بروکرهای دیگه ممکنه بهتر از این جواب بده، رو دمو تا میتونی نگیری بچه. بیا رو ریلتون بک تست رو ریل بگیری، قرار نیست پولی هزینه بکنید. رو دمو نگیر. دمو تماما بچه‌ها در جهت اینکه شما رو از یعنی خوشحالتون بکنه. بازارسازی و عددش درست، رقم عدد قیمتی درست، ولی پشت سرش اصلا جالب نیست. به هیچ عنوان رو دمو بک تست نگیر، رو ریل بک تست بگیر. خب $25,000 بچه. من چه حجمی رو بذارم؟ من میخوام حجم 600 رو بذارم. من 600 لات می‌بینی که من اگه بخوام لاتای بالا بزنم بچه‌ها خیلی سودای شاید بهتری بیشتری کنم. من همچین کاری نمی‌کنم، به شما پیشنهاد می‌کنم 3 32 4 3 درسته. 3 12 رو تارگت 2 میام بیرون و فقط تنها اتفاقی میفته من اینجا ضررمو دیگه $20 اگه بذارم هیچ تریدی انجام $50. من ضررمو میذارم معمولا 750 تا دیلی، من میذارم 600. مکس هم کاری ندارم فعلا. خب پس بذاریم ببینیم true 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 و false درسته. true. پارشیالم فعال، حتی اگه اینو بچه فعال نکنم، یعنی پارشیال میگه که آقا رو تارگت اول 50% بیا بیرون. این اگه غیر فعال، اینو واسه یه بارم غیر فعال میکنم ببینید سودم چه جوری میشه. خب بریم سراغ بک تستمون با 600 اکانت پراپ $25,000 و ضرر روزانه $750. 3% که ما رو $600 میایم بیرون. بچه پراپ ها، نکته که میخوام در مورد پراپ ها بهتون بگم این که حتما روی پراپ ها شما با اون کمپانی که ازشون میگیرید صحبت کنید، بگین ما میتونیم ای رو استفاده بکنیم یا نه. خیلی از کمپانی ها، ببینید کمپانی خارجی همه ای رو میزنن، کمپانی ایرانی از اونجایی که فقط میخوان پول شما رو بزنن به هیچ وجه استفاده نمیکنن. یه عدهشون میذارن شما استفاده بکنی، اون یه عدهشون میگن آقا سورس کد تو بعد به ما بدی. داستانی که اصلا خنده داره. یعنی اینا فقط تو ایران این چیزا چون شما دسترسی ندارید ازتون سوء استفاده میکنن پراپا. وگرنه ای یه چیز نرمال، یه چیز درستیه. بروکرها بازی که پشت صحنه در میان سعی میکنن ای ها رو بزنن زمین. مثلا هدف اینها اینه که ای رو بزنن زمین و خیلی موفقم مثلا. ولی خب میگم این ای ما اینقدر تنظیمات داره که از هر طرف که بخوان ما رو اذیت بکنن ما رو تنظیمات جدید دوباره وارد میشیم، ورود پیدا میکنیم و ما یک روز دو روز ببینیم داریم ضرر میکنیم یا 3 روز ببینیم داریم ضرر میکنیم، سریعا میریم تنظیمات رو دوباره بک تست عوض میکنیم و خواهید دید مثلا دیدیم که ما آیتم ها رو با یکی دو تا عوض کردم این سودمون جابجا میشه. خب ببین اصلا پاس میشه یا نه. خب 2839 تا $9 ما سود گرفتیم. حتی شاید با 500 هم میتونستیم. فاکتورهای به نسبت خوبی برای پاس کردن. ما برای پاس کردن پرا بچا نمیخوایم که پول تو جیبمون بزنیم، میخوایم پرا فقط پاس کنیم. 4 و 6 بین قبلی 15 16 الان 4 و 6 شد. خب ما ضرر کلیمون از تاپمون شاید توی 4 تا اومدیم. معمولا 10% و 8% دیگه تو پرا پس هیچ مشکلی نداره. و 361 ترید داشتیم. میگم این هم تایماش اگه جابجا بکنیم بالا پایین بکنیم قاعدتا بهتون کمک میکنه. بریم پارشیال بچه‌ها من بردارم، یعنی فقط همش تارگت دوم. من میتونم رو تارگت سومم بیام بچه‌ها، من خودم تست نکردم. بزنین پارشیال رو من بردارم، یعنی اینکه اینجاست. من اینو برمی‌دارم، یعنی تارگت دومو فقط بزنه، رو یکم هیچ سیو سود فقط. چرا ریسک فری میکنه بچه‌ها ولی سیو سود نداره. ما در هر صورت رو تارگت یک قسمت داره بریک ایون، اونو تا موقع که فعال کنیم
رو تارگت یکمون سیو ریسک فری میشه و اینو من به شما توصیه میکنم باشه. ریسک رو یکم کم میکنه ولی سودتون هم ممکنه کم بشه، چون که ممکنه بیاد تارگت یک، بیاد دوباره روی نقطه ورود و بعد دوباره حتی پایینتر و بعد به تارگت دو سه. طلا این کارو خیلی میکنه. من ترجیح میدم که اگر میخوام سودم نکنم ریسک فری بشه و از این بابت اینو به شما توصیه میکنم که حتما شما آیتم ریسک فری رو فعال داشته باشید. من الان سیو سود رو برداشتم، ببینیم سیو سود چجوری ارزش داره. اگه $100 $50 سود باشه به نظر من اصلا ارزش نداره که شما سیو سود نکرده باشید. من ترجیح میدم سیو سود حتما تو پوزیشنی که باز میشه داشته باشم، حتی اگه به تارگت بخوره و من 50% رو زودتر ببخشید. خب بریم ببینیم. من خودم تا الان ندیدم بچه 2828 هیچ تفاوتی نکرد بچه، هیچ. پس تعداد ترید هامون یکم بچه تغییر کرد، این عدد اونم یک کوچولو عوض شد ولی میبینیم این ریت هامون چقدر تغییر کرد و من پس توی تنظیمات بچه ها سیو سود رو میذارم، چون تفاوت تو بعضی از آیتم ها تفاوت داره، تو بعضی از بازهای زمانی. خب بیاین حالا یک تست دیگه بکنیم. ما بیایم بزنیم رو تارگت 3، رو تارگت 3 50% رو تارگت 1 بیایم بیرون، یعنی 3 دهم لا 3 صدم لاتو. از اون 3 صدم با دیگه تقسیم نمیتونیم بکنیم بچه 3 صدم، یعنی 6 میشه 3 دیگه تو تارگت دوم نیست، میره تا تارگت سوم. اگه 8 بذاریم میشه 4 و 4 تقسیم بر 2 میشه. این کارو میتونیم انجام بدیم ولی من نمیخوام. حالا بزنیم بچه چیزی که خیلی ها ممکنه مشتاق باشن، فاکتورمون به هم میخوره ولی بزنین حجم ببرن بالا، شاید اینجوری زودتر پاس میشه تراپمون. حجم رو میذاریم 800، 1/10 800. 800 پارشالمون روشنه، ضررمون هم مشخصه و این دفعه دیگه سرعت و نتانم بیشتر میشه. میشه بچه 800 تا زمانی که فاکتورها رو بک تست اول بذارید بعد برید ریلش بکنید. اول رو بک تست بذارید قبل که رو همون بروکر بچه رو همون بروکر بک تستتون رو بگیرید که میخواین باش کار بکنید، عوض نکنید. و این متا تریدر بچه دیگه این ربات رو این متا تریدرتون چسبیده دیگه، نمیتونید یه متا تریدر دیگه برین روی دستگاه دیگه لپتاپ دیگه باز کنید ربات رو ببرید. ربات دیگه چسبید به این متا تریدرتون. شما هر اکانتی که دارید باید برین رو همین متا تریدرتون برای شما کار بکنه و نمیتونید که این ربات رو چون هر دیوایس این بر اساس دیوایس نامبره. ما برای اینکه سوء استفاده رو کم بکنیم رو دیوایس اومدیم اینو فعال کردیم، یعنی شما روی دیوایس دیگه این کار نمیکنه، میتونید نصب بکنید ولی هیچ وقت کار نمیکنه چون دیوایس نامبرتون عوض میشه. بخواید برای دستگاه دیگه بگیرید بعد جدا تهیه کنید بچه، حواستون باشه. پس رو دستگاهی بذارید که میدونید میخواید باهاش ترید بکنید. خب ما حجم بردیم بالا، ببینیم آیا ارزش داره بچه ها با حجمی که بالا بردیم چقدر عدد به ما میده. من تا این تستشو نکردم. ببینید عددمون بچه ها کمتر هم شد، فاکتورامون هم بالاتر رفت. خب اینجا میدونید بچه چه اتفاقی بیفته. آها ما تارگتمون رو 3 گذاشتیم، سیو سودمون هم رو 2 نذاشتیم. خب بریم من همچه تارگت 2 رو میزنم بچه. خب ما تارگتمون رو آوردیم رو تارگت 2، معقولش تارگت 2. اگه تارگت 3 میذارید بچه رو حجم بالاتر باید باشه، مثلا رو 12 تا، روی 14 تا، روی 12 رو 16. بعد رو تارگت اول و تارگت دومتون اگه میخواید 3 تارگت باشید سیو سود مثلا 50% رو تارگت اول یا 80% رو تارگت اول، 50% مثلا 1/10 لات میزنین، من خودم 80% رو تارگت اول میام بیرون، 50% که 2 صدم باقی مونده رو 50% رو تارگت دوم 1 صدم میذارم بره تا تارگت سوم یا تارگت چهارم بره فول بزنه. اما در حالت نرمال من 2 تا تارگت میذارم،
50% اگر تا 1/10 باشه، 2/10 باشه، 3/10 باشه، 50% رو تارگت اول میام. حتی اگر بدونم که بازار جوری که میره دو تا تارگت رو میزنه، من ریسک نمیکنم. بعضی وقتا شما به بازار دارید نگاه میکنید، ربات هم داره براتون کار میکنه، یه جایی رو خودتون مدیریت میکنید، اصلا یه جا میبینید که آقا این سل زده ولی بازار اصلا به نظر شما سل نیست، بازار بای، اونجا همونجا پوزیشن رو ببندید. ولی خب در غیر صورت این ربات خودش کار خودش انجام میده. ما الان انگار هیچ کاری نکردیم، ربات رو روشن کردیم، رفتیم یه ماه بعد اومدیم سراغش. خب بریم رو تارگت 2. ببینید سود ما $700 $600 رفت بالا، یکم فاکتورامون هم رفت بالاتر بچه، ولی آخه ما نیازی نداریم، فقط ممکنه زودتر پاس بشه. بیایم ببینیم آیا زودتر پاس میشه یا نه. چجوری حالا میفهمم؟ من میرم توی ستینگ، قسمت ویژوالشو میارم، ویژوال به من میگه که کی پاس میشه. خب شروع شد. خب همون اول لاتمون سنگینه دیگه، 27 پاس شد بچه. من سرعت رو خیلی بردم بالا، من تعجب کردم چرا این یه دفعه همون اول پاس کرد. بزنیم با سرعت پایین، پس ببینیم. خب بزنیم با سرعت پایین. 25400 ما گذاشتیم روی فکر می‌کنم $600. اینجا سیگنال دارم میتونه، یعنی ایه به شما ایه که دارین میبینید اینجوری سیگنال میده، سل میده. بعد اینجا اگه نگاه بکنین 800 بچه‌ها پارشیالی کم میشه. امیدوارم که آف نکرده باشم پارشیالو. فکر کنم بچه پارشیالمون آف. بله پارشیال ما الان آف هست، چون پارشیال اون قسمتی بود که سیو سود. نه درسته. سیو سود رو میبینین 8 دفعه میشه 4، یعنی که تارگت اوله. بعد خیلیش میاد ریسک فری میشه بچه، اینم در نظر داشته باشید، خیلی از اینا ریسک فری میشه. 26500 اینجا میتونید تریدا رو ببینید که وقتی تارگت اول میخوره، دیگه که تارگت دوم اومد بیرون، تارگت اول میخوره مثلا این بای داده بچه، این اصلا استاپ، بعد دوباره پشت سرش یه سل داره میده، تارگت دوباره یه بای داره میده که اینم رفت تارگت داره میزنه. 27500 پاس شدیم دیگه بچه. اینجا شما خیلی سریع نگاه کنید، شاید توی 10 روز 12 روز ما پاسش کردیم، اینجا خود یه ماه، شاید 10 12 روز ما اینو پاس کردیم. خب این از این. بریم بچه ها دیگه، من نمیخوام ویدیو خیلی طولانی بشه، لازمه که اینا براتون تست بکنم، دوست دارم که شما با اپ و تولزا و این کوتا آشنا بشید. بریم بچه ها روی اکانت پراپ $5000. خیلی از شما پراپ $5000 دارید. رو تایم 1 دقیقه اینپوت رو میریم میذاریم، حجممون رو بچه ها میخوام بذارم 300. $5000 بعد $500 بده، من میذارم 200. 300 هم میتونم میذارم، آخه 200 هم میتونم سیو سود کنم. خب سیو سودم 50 تا، ضرر روزانه بچه ها میذارم 500 تا ضرر روزانه‌مو 50 میذارم، رو 20 هم میذارم دوباره بچه 50 اوکی به نظر. خب استارت ویژوال دوباره من ساعت میبریم بالا، بالا بریم بازم این کی پاس میشه، پاس شد 50 500 پاس شد، خیلی سریع پاس میشه بچه، اینم پاس شد خیلی سریع. بذاریم بریم یه پراپ دیگه، خواستم کم طولانی تر باشه. حتی اینکه میگم پاس شد من سرعت رو بردم بالا، شاید یه هفته طول بکشه بچه، اینجوری نیست که. بریم روی 5000، بیاریم روی پراپ $2500 که بعضی از بچه ها اینو گفتن که $2500. من $2500 بعد 100 میذارم بچه ها، بعد فاکتورهای پراپ هم بهتون میدن، 200 هم میتونید بذارید، ولی باید 100 میخوام پاسش بکنم دیگه. سیو سود ما نداریم، فقط ریسک فری داریم. بریم سراغش ببینیم که $250 سود رو به ما کی میده. 2700 پاس شد. اون موقع بچه من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، اون موقع حتما یک جهش وحشتناکی داشتیم، ولی حالا یکم بزنیم بره کار کنه. 3000 بزنیم کار کنه بره، حالا ببینیم تا کجا میتونه بره.
بازه زمانی اون هفته اول یه اتفاقی افتاده. ساعت ما خیلی بردیم بالا. من فکر میکنم 2500 تا با حجم 100 بچه ها داریم ترید میکنیم. اصلا ما 100 داریم صحبت میکنیم. بذارین من بچه نمیخوام رو خیلی ببرم رو بک تست بالا، نمیخوام خیلی عجیب غریب تست بکنم، چون باید تو ریل بریم مثلا صحبت بکنیم. ولی 100 رو 2500 ببینیم بکنیم 300. اوکی، اینو ویژوال نمیخوام بگیرم چون پاس میشه دیگه، میخوام بچه یه حالت دیگه باشه. شما ببینید فاکتورها رو با هم بررسی بکنیم. 300 $2500 بک تست یک ماه. بچه این که ما بک تست در از بک تست باید خیلی بیشتر از یک ماه باشه، بعد مثلا 6 ماه باشه. اما طلا، اونا که طلا ترید میکنن میدونن که از یک ماه پیش اصلا رقم حرکتی طلا عوض شده. ما اگه بخوایم تنظیمات یک ساله ببریم به الان به این یک ماه آخر نمیخوره. بعد برای اونها یه تنظیمات جدا بذاریم. برای الان ما چون در حال حاضر داریم با این وضعیت ترید میکنیم، خب بذاریم بریم بک تستمون. ببینید 2500 تا 1117 تا داده 15%. این اصلا جالب نیست برای پراپ. فرض کنید اکانت عادی باشه 3% فاکتورامون هم جالب نه 3%. بچه من اصلا برای 2500 تا زودتر پاس میشه، شکی درش نیست زودتر پاس میشه، ولی برای پراپ شاید هم خوب باشه نمیدونم. ولی من تنظیمات خیلی بالا. من تا اینایی که دارم براتون میزنم بچه اصلا تا حالا اصلا 2500 دفعه اول بود تست میکردم. 300 رفتیم، 500 رو هم بچه‌ها بذارین. فکر میکنم رفتیم یه بار دیگه بریم 500 رو هم تست بکنیم. $500 میذاریم و اینپوتمون رو میکنیم 100. $500 100 و ضررمون هم میذاریم. ببین بچه رو 2500 تا ما $50 گذاشتیم ها، حواستون باشه. خب خیلی ممکن بیشتر بزنن ولی ما $50 گذاشتیم. روی 500 تا من میخوام $20 بیشتر ضرر نکنم. اینم تست رو هم بگیریم. بچه ویدیو بیشتری رو خواهید دید از ربات. این دوتا ویدیو، این ویدیو اول بود که نصب بود و این ویدیو دوم که ویدیو بک تست بود. ویدیو دیگه هم ویدیو دیگه 100% براتون آماده میکنیم. و مثلا اینکه شما چیکار بکنید که همیشه کامپیوترتون روشن نباشه، چون میدونید باید روشن باشه. VPS هست، خب خیلیتون آشنایی دارید. یک تغییر نفسایی دستگاهی نیست VPS. باید انجام بدید. شما اصلا دیگه خاموش میکنین و هیچ کاری باهاش ندارید. بک تست ببینید برای $500 $468 داد و چیزامون هم اعدادمون هم اعداد معقولیه. 1.39 فاکتورمون هم خوبه. حتی میتونیم بچه ها من تارگتمونم 2 هست. بذارینم جور دیگه میتونیم این رو بیاریم بالاتر یا خیر. 100 33 و 123 2. بچه این عدد خیلی دیدین که 2 گذاشتیم به جای 3، زمین و زمانمون عوض شد، یعنی رفتیم تو ضرر. و میبینید که اون روز مثلا من فکر می‌کنم اون روزی که این چیز بوده استاپ زیاد میخوره رنج بوده، به خاطر همینه که خب این فالس نیبل توتال لاس. اینم $20. این تروه. اینم که با این کار نداریم ما. اینم فالسه. بذار این رو هم بچه ها من ترو کنم ببینم رو $500 به ما چه عددی میده. میخوام شما هم عادت کنید بچه رو بک تست هیچ ایرادی نداره. رو بک تست شما بک تستمون رو داد 462 فاکتورمون هم بهتر، هیچ تفاوتی نکرد، پس همون فالس میذاریم بمونه. خب بچه با $500 تقریبا اون $500 رو به ما میده با 100. اگه من همین رو بخوام 200 بکنم فاکتورم عوض میشه بچه و من دوست ندارم رو $500 با اینکه شاید خیلیاتون اصلا بگین نه ما 200 میذاریم منتها مثلا ساعتهای خاصی ترید میکنیم، یه ساعتهای ترید نمیکنیم، روشنش میکنیم، روشنش نمیکنیم. خب 200 بذاریم
ببینیم با 200 روی $500 به ما چه عددی رو میده و حد ضررمون هم در روز $20 که دیگه اون روز ترید نمی‌کنیم. $733 داد. فاکتورامون یه مقدار ریسکی تر شد، ولی اگه کنترل بکنید خودتون رو میتونید بگیرید. بچه برای $500 در ماه $200 بهترین حالت. خیلی زیاده. $150 $150 نه $200 به نظر من خوبه. ریسک هم نکردید و سود خوبی هم به نظر من گرفتید. بچه ببینید بک تست ها دلیل نمیشه که دقیقا همینجور کار بکنه. 30% معمولا بین 15 تا 30% اختلاف هست. ممکنه بچه شما اگه مدیریت بکنید ساعت ها رو عوض بکنید سودتون از این هم بیشتر بشه. خب و اما چیزی که مهمه برای من اینه که شما ببینید اگر 23 ساعت ترید در روز در 20 روز هفته انجام بدیم این نتیجه میشه. و شما یه روزایی که خب ضررده هست اصلا ترید میتونید نکنید. یه زمانهای بازار نیویورک تعطیل، شما اصلا اون روزا نباید حتی تو لندن هم ترید بکنید. اینا همه کمک میکنه که شما سودتون بهتر باشه. و دیدی دیگه این رباتیه که جزئیات بسیار زیادی داره. هرچی جزئیات تو ربات بیشتر باشه بچه‌ها کنترل سود و ریسک بهتره. ای های زیادی رو من دیدم برای اینکه میخواستم ببینم شکل اینا چجوریه و چندین سال قبل خودم چند تاشو گرفتم و استفاده کردم. خیلی محدود بودن، فقط حجم رو میتونستی چیزای اصلا ابتدایی. دقیقا مثل چه میدونم شما آتاری رو بیای با پلی استیشن مقایسه بکنید. ربات ما بچه در این حد، همونطور که اندیکاتورهامون هم در همین حده. امیدوارم شما استفاده بکنید. اول بک تست بگیرید و تست بگیرید. هر جا که نیاز داشتین به پشتیبانی پیام بدین، اونها براتون تست میکنن مجدد. با ریتم خیلی سریعتر میتونن بهتون جواب بدن. اگر صرافی شما بروکر شما رو تو لیست داشته باشن تنظیمات رو بهتون میدن، وگرنه حتی با اکانت خودتون میتونن با اینوستر پسورد وارد بشن و براتون تنظیم بکنن و اکانتتون رو تحویلتون بدن. این کار رو هم ما احتمالاً اضافه میکنیم. امیدوارم که بچه‌ها این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر ویدیو مفید باشه لایک کنید، سوالی دارید حتما بپرسید، کامنت بذارید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید. روز و شبتون خوش عزیزان، پرسود و موفق باشید.